درود بر ستارگان آسمان ایران زمین، اعلیحضرت رضا شاه، شاهنشاه آریامهر. من بچه‌ها یه موردی رو میخوام بهتون بگم، اونم اینه که یه ویدیو کامل میخوام درست کنم از این به بعد راجع به ترید در بازار کریپتوکارنسی. من 3-4 سالی هست تو این بازار فعالم. ببینید جزء کار اول یا دومم هست در واقع کنار مربیگری. واقعا بچه‌ها با این تزایی که من پیاده کردم تو معامله گری موفق بودم و تونستم در این شرایط سخت اقتصادی از طریق کریپتوکارنسی بدون اینکه ضرر به سرمایه‌ام بزنه، واقعا در کنار کار دومم خیلی از لحاظ مالی کمکم کرده. میخوام اون چیزی که من اطلاع دارم ازش، اون چیزی که یاد گرفتم و دارم پیاده میکنم، اون استراتژی ها و اون تحلیل های روانی و تکنیکالی که یاد گرفتم و با شما به اشتراک بذارم. شما هم عین همون تکنیک ها و استراتژی ها رو به کار ببرید، 100% به نتیجه میرسید. چیزای خاصیه، هیچ جام کسی نتونسته اینا رو تکرار کنه که مثلا این حرفای من تکراری باشه. امیدوارم که با دقت ویدیوهای من رو از این به بعد نگاه کنید که بتونید از اون زحماتی که من کشیدم حداقل از اون تجربیات شما استفاده کنید و تو بازار کریپتوکارنسی هم در کنار کارهای دیگری که دارید حداقل کم کم بتونید یه سرمایه‌ای رو برای خودتون جفت و جور کنید. برای من که بسیار خوب بوده، خیلی هم عالی بوده، راضیم واقعا و میخوام با شما به اشتراک بذارم. امیدوارم البته کسایی که این ویدیوها رو دارن میبینن بیشتر وطن پرستا باشن، جاوید شاهی ها باشن، هرچند که انسان ها برای من فرقی نمی کنن، ولی خب ما که ایرانی هستیم، کسی که وطن پرست باشه در درجه اول قدمش روی تخم چشای ما جا داره تا به هر حال مراتب بعدی و سلسله مراتب و سلسله اولویت های بعدی اون دیگه هر انسانی تو زندگی خودش داره. متشکرم. پرسود باشید. میبینمتون به زودی.